وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. آبگیری بند شاه و عروس آغاز شد. اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید بند شاه و عروس یکی از پروژه های بزرگ این اداره است که در ولسوالی شکردره ولایت کابل موقعیت دارد. بند شاه و عروس ظرفیت تولید 1.2 میگاوات برق را داشته 2700 هکتار زمین را آبیاری میکند. سالانه 33 میلیون متر مکعب آب تنظیم میکند و 9 میلیون متر مکعب آب را ذخیره میکند. قابل یادآوری است که کار ساخت این بند تکمیل شده و آبگیری آن هفته گذشته آغاز گردیده که در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده می شود. شرکت هوایی آریانا اولین پرواز بین‌المللی خویش را روز دوشنبه گذشته از امارات متحده عربی به میدان هوایی خوست با حمل 90 مسافر انجام داد که مورد استقبال گرم مردم ولایت خوست قرار گرفت. اداره ملی هوانوردی میگوید نشست و برخاست طیاره آریانا به این میدان هوایی موفقانه انجام یافت و قرار است پروازهای بین‌المللی این شرکت هوایی به گونه هفته‌وار در این میدان ادامه یابد. گفته است که شرکت‌های هوایی خارجی همچون العربیه نیز تعیین‌نامه جداگانه علاقه‌مندی خویش را برای انجام پرواز به این میدان هوایی نشان دادند. کار ساخت 10 کیلومتر سرک کانکریتی در ولسوالی نرنگ کنر به ارزش 100 میلیون افغانی آغاز شد. وزارت فوایدنامه میگوید این سرک 4.8 متر عرض دارد که در مدت 1 سال تکمیل خواهد شد. محمد اقبال سعید والی کنر از مردم خواسته تا از این پروژه نظارت کنند. یک اکادمی کرکت تحت نام گلبهار به ارزش $133,000 آمریکایی افتتاح شد. مقامات گفتند این اکادمی در 6 ماه در 5 ریب زمین ساخته شده است که دارای 10 ویکت، بالینگ میشن، جیم، هاوس، پارکینگ و مسجد می باشد. کرکت بورد افغانستان ساخت این اکادمی را مهم خوانده است. کارهای ساخت بند شورابک بدخشان تکمیل و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب میگوید این بند با کمک 45 میلیون یوروی کشور جرمنی ساخته شده که 3 توربین آن 7.5 میگاوات برق تولید میکند و 25,000 خانواده در فیض آباد از برق آن مستفید خواهند شد. وی میگوید کار ساخت این بند در 5 سال تکمیل گردیده است. حکومت افغانستان قبل از این چندین بند را افتتاح و بعضی از این بندها را به بهره برداری سپرده است. تفاهم‌نامه میان وزارت زراعت و سازمان غذایی جهان به منظور کاهش موارد سوء تغذیه و پایدار شدن مسئولیت غذایی امضا شد. هزینه اجرای این فعالیت $127,990 در نظر گرفته شده و در بخش‌های افزایش تولید سویابین، گندم و ظرفیت‌سازی به مصرف می‌رسد. باروتی راماسوامی معاون سازمان غذایی جهان در این باره گفته متحد به ادامه همکاری‌های سکتور زراعت افغانستان میباشد و تولید، مسئولیت غذایی و جمع‌آوری ارقام از موضوعات اساسی سکتور زراعت میباشد. مرکز تولید اکسیژن در شفاخانه مرکزی مهترلام به ارزش 12 میلیون افغانی به فعالیت آغاز کرد. دکتر عبدالمعروف جلیلی رئیس صحت عامه لغمان میگوید این مرکز در یک وقت ظرفیت رساندن گاز به 13 دبه اکسیژن را دارد. حکومت در طی یک هفته گذشته در چندین شفاخانه مرکز اکسیژن را افتتاح کرده است. مارکت تجارتی مخصوص زنان در ولایت نورستان به بهره برداری سپرده شد. مقامات محلی گفتند این مارکت در 3 منزل از سوی معینیت شاروالی‌ها با هزینه بیش از 10 میلیون افغانی ساخته شده است تا زنان تجارت پیشه در امر تسریع تجارت کمک کنند. مسئولین میگویند تمام فروشندگان و خریداران این مارکت زنان خواهند بود. حکومت افغانستان در این اواخر توجه را به ولایت دوردست نورستان افزایش داده است. یک مرکز بزرگ لبنیات به ارزش 6 میلیون افغانی در تارکندی ساخته شد. وزارت زراعت میگوید افغانستان ظرفیت خوب در بخش پروسس لبنیات دارد و با ساخت مرکز لبنیات اقتصاد مالداران آن ولایت نیز خوب خواهد شد. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.